وارد کارپوشه میشیم. وقتی که صفحه باز شد پایین صفحه ورود به پرونده رو میزنیم. توی منوی سمت راست قسمت صورت حساب‌ها خرید داخلی رو انتخاب میکنیم. تمامی فاکتورهای خریدمون رو میاره. فاکتور خریدی رو که نحوه پرداختش نسیه خورده رو پیدا میکنیم و جزئیات رو میزنیم تا وارد خود فاکتور بشیم. اسکرول رو میکشیم پایین تا برسیم به جدول پرداخت. بالا سمت چپ جدول پرداخت گزینه ثبت اطلاعیه پرداخت نسیه رو کلیک میکنیم. حالا یه جدولی برامون باز میشه که تو قسمت بالایی مبلغ قبل از ارزش افزوده رو بهمون نشون میده. نکته اینجا اینه که مبلغی که میخواید در قسمت پرداخت وارد کنید باید مبلغ قبل از ارزش افزوده باشه که بعد از وارد کردن این مبلغ قسمت پایین باکس که مبلغی رو داخلش وارد کردین مالیات محاسبه میشه و میتونید جمع بعد از ارزش افزوده رو هم ببینید. البته تو همون باکس قسمت پایین باید تاریخ و روش پرداخت رو هم مشخص کنیم. حالا روش پرداخت میتونه هر کدوم از این گزینه ها باشه. بعدش ثبت اطلاعیه پرداخت رو میزنیم. فقط یادتون باشه که این خرید زمانی تو اعتبار شما محاسبه میشه که طرف مقابل هم این اعلامیه پرداخت رو تایید بکنه.